جمعیت بلوچ‌های جهان طی هیچ مطالعه‌ای به صورت سرشماری به طور کامل مورد بررسی قرار نگرفته. به خاطر پراکندگی مردم این قوم در کشورهای مختلف نمیشه با اطمینان خاطر هیچ عددی رو در این زمینه مطرح کرد. تعیین تعداد دقیق بلوچ‌ها و کسانی که ادعای بلوچ بودن میکنن و یا اینکه از اصل و نسب بلوچ باشن مشکله. در مناطق بلوچ‌نشین مردم به صورت متراکم در کنار دیگر اقوام زندگی میکنن. به طور مثال در استان پنجاب پاکستان تقریباً 10% از مردم بلوچ هستند. اما بالاخره باید از یه جای شروع کرد. ما در این ویدیو استناد میکنیم به مقاله‌ای در این باره که در نشریه‌های دیلی سان و بلوچستان پست در سال 2023 منتشر شدند و به روزترین مطالعه در این زمینه به حساب میان. علیرغم پراکندگی مردم بلوچ در کشورهای مختلف، جمعیت جمعی بلوچ‌ها چیزی در حدود 56 میلیون و 656 هزار نفر تخمین زده میشه. تعدادی که اگر در یک ملت مجرد زندگی میکردن اونها رو به عنوان 21مین کشور پرجمعیت جهان قرار میداد. این ویدیو با هدف ارائه توضیح مختصر بر توزیع فعلی مردم بلوچ در مناطق مختلف در سطح جهان و آمار جمعیتی اونها تهیه شده. اول از همه میریم سراغ کشور فعلی پاکستان و مناطقی از اون که مردم بلوچ زندگی میکنن. ایالت پنجاب محل زندگی قبایل بلوچیه که در این استان و در نزدیکی مرز ایالت‌های سند و بلوچستان ساکن هستند و جمعیت بیش از 20 میلیون نفر بلوچ رو در خودش جای داده. اما مقدار کمی از این مردم به زبان بلوچی حال حاضر صحبت میکنن. جمعیت بلوچ‌ها در مرکز ایالت سند یعنی کراچی به تنهایی بیش از 2.5 میلیون نفر هستش. این در حالیه که بسیاری از قبایل بلوچ در شهرهای دیگه استان سند هم ساکن هستند. مردم بلوچ 42% از جمعیت ایالت سند رو تشکیل میدن که این مسئله اونها رو به بزرگترین گروه قومی در این استان تبدیل میکنه. ایالت بلوچستان پاکستان هم چیزی در حدود 16 میلیون نفر جمعیت داره که بلوچ‌ها بخش اعظمی از این جمعیت رو تشکیل میدن و تقریباً 8.4 میلیون نفر در این ایالت جمعیت دارن. در ایالت خیبر پختونخوا، دره اسماعیل خان و چندین منطقه دیگه مجاور پنجاب هم تعداد قابل توجهی از بلوچ‌ها در کشور پاکستان ساکن هستند که جمعیتی در حدود 140 هزار نفر رو تشکیل میدن. اما کشور ایران، در کشور ایران استان سیستان و بلوچستان دومین استان بزرگ در بین 31 استان این کشور به حساب میاد که اکثریت جمعیت این استان رو مردم بلوچ تشکیل میدن. با این حال علیرغم تصور اکثریت مردم بلوچ تنها در استان سیستان و بلوچستان ساکن نیستند، بلکه بسیاری از اونها خصوصا در 3 استان دیگه کشور از جمله کرمان، هرمزگان و خراسان جنوبی هم حضور دارند. جمعیت ترکیبی مردم بلوچ در ایران بیش از 3 میلیون نفر هستش که 5.5% از کل جمعیت این کشور رو شامل میشه. علیرغم تکلم مردم بلوچ ایران به زبان بلوچی و در حالی که زبان بلوچی در کشورهای پاکستان و افغانستان به عنوان یک زبان رسمی شناخته میشه، اما دولت ایران سالها سیاست‌هایی رو برای همسانسازی فرهنگ‌های بومی مختلف کشور اجرا کرده که استفاده از زبان بلوچی و نام‌های سنتی رو در این کشور محدود میکنه. به نقل از نشریه استون، ویژگی‌های بلوچ‌های ساکن استان‌های مختلف ایران رو میشه به طور خلاصه اینطور بیان کرد. بلوچ‌های خراسان جنوبی به صورت عشایری و در شهرهای مختلفی از جمله بیرجند، قائن، نهبندان و تربت جام در کنار دیگر اقوام زندگی می‌کنند. بلوچ‌های استان گلستان هم عمدتاً در شهرهای آزادشهر، سرتپه، جلال آباد، بلوچ‌آباد و همچنین در شهر مینودشت و در گرگیج آباد ساکن هستند. در شهرستان مینودشت 31.9% از ساکنان و همچنین در شهرستان آزادشهر 70% از ساکنان شهر رو مردم بلوچ تشکیل میدن. بلوچ‌های هرمزگان خلق و خوی نزدیکتری به بلوچ‌های ساکن در بلوچستان و سیستان و بلوچستان دارند.
و اکثرا این مردم در بندرهای جاز به نواحی شرقی استان هرمزگان زندگی میکنند. مردم بلوچ در 24 استان در سراسر افغانستان از جمله نیمروز، فراه و ایالت‌های دیگه زندگی میکنند. با این حال تخمین زده میشه که استان نیمروز بزرگترین جمعیت بلوچ رو در کشور افغانستان در بر میگیره. ایالت نیمروز در 900 کیلومتری جنوب غربی کابل در نزدیکی رودخانه هلمند و در نزدیکی مرز افغانستان و ایران واقع شده. اما از سه کشور ایران، پاکستان و افغانستان که بگذریم، بلوچ‌ها در کشورهای دیگه به صورت پراکنده هم حضور دارند که مهمترین اون کشورها کشور عمان به حساب میاد. سوابق تاریخی حاکی از اینه که مردم بلوچستان حدود 1400 سال پیش در اوایل اسلام به عمان مهاجرت کردند. مسافران اروپایی هم از قرن 16 و 17 در مورد حضور جوامع بلوچ در عمان در سفرنامه‌هاشون نوشتن. در واقع بزرگترین جمعیت قوم بلوچ در خارج از کشورهای پاکستان، ایران و افغانستان واقع در عمان هستش، جایی که تقریباً 1 میلیون نفر از مردم بلوچ ساکن هستند و اونها حدود 20% از جمعیت عمان رو تشکیل میدن که با این حساب بزرگترین جامعه غیر عرب در کشور به حساب میاد. همچنین به سبب اعتمادی که حکومت سلطنتی عمان به جمعیت بلوچ‌ها و تمام‌مندی‌های اونها داره، بلوچ‌ها نقش بسزایی در اقتصاد و سیاست عمان دارند، تا جایی که عهدهدار مناصب حساسی چون فرماندهی کل نیروهای نظامی این کشور هستند. در هند هم چندین منطقه بلوچ‌نشین وجود داره. اگه نگاهی به روابط تاریخی هند و بلوچستان داشته باشیم متوجه میشیم که هند از دیرباز قبل از اینکه پاکستان فعلی به وجود بیاد به عنوان همسایه‌ای در کنار ایالت بلوچستان وجود داشت و مردم بلوچ رفت و آمد زیادی به این کشور داشتند. تبادل فرهنگی و زبانی زیادی هم با همدیگه انجام میدادن. میشه گفت نهایتاً این تبادلات و این رفت و آمدها باعث میشن که جمعیتی حدوداً 100,000 نفری و با دین اکثریت سنی و مسلمان از مردم بلوچ در هند حضور داشته باشند. در امارات متحده عربی تعداد تخمینی بلوچ‌ها بین 215,000 تا 468,000 نفره و جمعیت از سال 2006 به سرعت افزایش پیدا کرده. تعدادی از بلوچ‌ها در نیروهای مسلح امارات متحده عربی خدمت می‌کنند و مردم بلوچ در این کشور به زبان بلوچی صحبت می‌کنند که غالباً هم از طوایف البلوچی، رئیسی و هوت به حساب میاد. توزیع جمعیت بلوچ در دهه‌های اخیر به دلیل مهاجرت، تغییرات جمعیتی و عوامل اجتماعی سیاسی دستخوش تغییرات چشمگیری شده. در استان بلوچستان پاکستان جمعیت بلوچ‌ها بین سال‌های 1998 و 2017 از 61% به 55% کاهش پیدا کرده. این کاهش رو میشه به مهاجرت، نرخ پایین زاد و ولد در برخی مناطق و همچنین ورود پناهندگان افغان و سایر گروه‌های قومی به این استان نسبت بدیم. دلیل دوم مهاجرت به مناطق دیگه است. بسیاری از بلوچ‌ها از مناطق روستایی به شهرهای مانند کراچی نقل مکان کردند، جایی که اکنون بلوچ‌ها بیش از 2.5 میلیون نفر جمعیت دارند. این مهاجرت‌های شهری حضور سنتی و روستایی بلوچ‌ها رو در مناطق مادریشون کم کرده و اما حضور اونها رو در مراکز دیگه پررنگ‌تر کرده. اما البته ما علاوه بر مهاجرت‌های اقتصادی مهاجرت‌های تاریخی رو هم داشتیم، تا جایی که جوامعی که امروزه در هند و شرق آفریقا زندگی می‌کنن اکثراً حاصل همین مهاجرت‌های تاریخی هستند.